آیا چت جی پی تی به صورت کلی یه نگرانیه یا یه پیشرفت؟ خب این خیلی بستگی به استفادهتون داره. سلام، من حسینم. خوش اومدیم به پادکست چای با آلسون. هوش مصنوعی به عنوان یه ابزار ساخته شده. ما انسان ابزار سازیم. ما هر روز یه چیزی اختراع می‌کنیم برای اینکه زندگیمون رو راحت‌تر کنیم. اما یه سوالی که اینجا الان پیش اومده اینه که آیا بیش از حد رفتیم جلو؟ آیا تو نقطه‌ای قرار گرفتیم که یه چیزی ساختیم که نمیتونیم حتی خودمون هم درکش کنیم؟ تفاوت‌های اصلی که ابزارهای دیگه با چت جی پی تی دارن اینه که ابزارهای دیگه تا امروز هیچ کدومشون با انسان اشتباه گرفته نشدن. به عنوان مثال، زمانی که ما اینترنت رو اختراع کردیم یه انقلاب خیلی بزرگ تو بشریت به وجود اومد، اما واقعیت این بود که هیچ کس قرار نبود اینترنت رو به عنوان یک شخصیت دومی توی زندگی خودش در نظر بگیره. میخوام یه خاطره براتون تعریف کنم که چند وقت پیش برای خودم اتفاق افتاد. من داشتم با چند نفر صحبت میکردم از داخل فامیل. اینا آدمای نرمالی بودن، بالاخره آدمایی بودن که خیلی مثل خود من تکهد نبودن، خیلی دوست نداشتن مثلا چیز باشن، خیلی علاقه به تکنولوژی نداشتن و نه که نداشته باشن ولی خب مثل تو سطح من دنبال اینجور چیزا نبودن. اما دیدم که توی همه فامیل، حداقل تو همه خانواده‌ها، یکی دو نفر دارن علیرغم اینکه هیچ درکی از سازوکارش ندارن، من نمیگم درک خاصی از سازوکار چت جی پی تی دارم، اما بدون اینکه اصلا بدونن چی هست دارن ازش استفاده میکنن. اینا همش اوکی بود و به نظر من کلا استفاده کردن از این تکنولوژی مثل چت جی پی تی یا هوش مصنوعی یک قدم خیلی بزرگه تو زمینه پیشرفت یه جامعه، چون ما داریم از ابزاری استفاده میکنیم که فوق العاده بروز، فوق العاده خفنه و میتونه خیلی ایده های خوبی برامون به وجود بیاره. اما مشکل از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که من دیدم اکثر کسایی که مخصوصا توی سن یکم بالاتر دارن از چت جی پی تی و هوش مصنوعی استفاده میکنن، دارن باهاش درد و دل میکنن، دارن باهاش صحبت میکنن، در مورد مشکلاشون میگن، در مورد مشکلات شخصیشون میگن و ازش فیدبک دریافت میکنن. استفاده کردن از چت جی پی تی بازم میگم برای استفاده های مثلا شخصی و مسائل زندگی و اینا هیچ مشکل نداره. یک لارج لنگویج مدل یه سیستمیه که میتونه به شما خیلی سریع بر اساس دیتاهایی که توی اینترنت و توی دنیا وجود داره جوابای خفنی بده. اما مشکل از جایی شروع میشه که خیلی هاشون میگفتن ما بهش اعتماد داریم، یا حتی بدتر از اون ما باهاش صمیمی شدیم. این خیلی میتونه فاجعه بار باشه. ببینین، بیاین اول به دو قسمت تقسیم کنیم قضیه رو. اول میخوام بهتون در مورد فواید این که شما بیاین در مورد مشکلات شخصیتون به چت جی پی تی بگم. فایده اول، چت جی پی تی قضاوت نمیکنه. برخلاف اینکه شما اگر بیاین یه مشکل خیلی عمیقتون رو، یه مشکلی که شاید نمیتونین هر جایی بگین رو به یه دوست بگین یا به یه آشنا بگین، چت جی پی تی شما رو قضاوت نمیکنه. چت جی پی تی بعدن که میخواد باهاتون صحبت کنه از این قضیه استفاده نمیکنه توی مکالماتش. میتونه بی‌طرف بعدن بازم باهاتون صحبت کنه. خب این خیلی خفنه. اما این سکه یه روی دیگه هم داره که بهش میرسیم. فایده دوم، چت جی پی تی واقعا گسترده است. اطلاعاتی که داخل چت جی پی تی الان داره استفاده میشه از سراسر اینترنت اومده و این مدل هوش مصنوعی میتونه با سرعت‌های باور نکردنی جوابایی رو تولید کنه که شاید واقعا ما نتونیم به همین راحتی بهشون برسیم، چون تقریبا میشه گفت تمام دیتای اینترنت رو گشته و سر و کله زده و غیره. فایده سوم این که چت جی پی تی میتونه حرف‌هایی رو بزنه که شاید به ذهن یک آدم عادی نرسه. ببینین، زمانی که دیتابیس یک آدمی اون اطلاعات عمومیش یا اطلاعات شخصیش از یه حدی بالاتر میره، میتونه اینا رو با هم دیگه ترکیب کنه. خیلی خفنه اگه هممون یک روانشناس توی خونه داشتیم که باهاش صحبت میکردیم هر وقت راجع به اینجور چیزا نیاز داشتیم صحبت کنیم، یا چه میدونم یه متخصص پوست داشتیم که هر وقت یه خال عجیبی رو بدنمون بود باهاش مشورت کنیم. اما واقعیت اینه که همه آدما به همه آدما دسترسی ندارن. در نتیجه هوش مصنوعی یا لارج لنگویج مدلای مثل چت جی پی تی میان از اطلاعاتی که همین الان توی اینترنت وجود دارن جواب شما رو خیلی ساده و مختصر و مفید میدن. خب اینا خیلی خوبه، اما برمیگردیم به اون روی سکه، بخش نگران کننده. ببینین، چت جی پی تی به صورت کلی احساسات نداره و شما زمانی که به اون چت جی پی تی یک سری احساساتی رو میدین، یک سری احساساتی رو دریافت میکنین، در واقع داره یه جور توهم براتون تولید میشه که هدف اون هوش مصنوعی تولید همین توهمه. دقت کنین، توی همه مکالمات شما چت جی پی تی تنها هدفش اینه که مکالمه ادامه پیدا کنه. برای همین آخر همه جملاتش یک چیزی مثل اگه بخوای میتونم برات بیشتر توضیح بدم، اگه بخوای میتونم برات یک مدل بسازم از این، اگه بخوای میتونم برات یک متن بنویسم که داخلش این باشه. اینو میاره برای چی؟ برای اینکه این مکالمه ادامه پیدا کنه. خب این به نفعشه. هدفش اینه که شما رو درگیر کنه، اطلاعات جدید دریافت کنه، صحبت کنین. خب
هدفش همینه. این یک الگوریتمیه که داره تنظیم شده برای اینکه شما رو به مدت طولانی با خودش درگیر نگه داره. اما واقعیت اینه که این طرزی نیستش که یه آدم عادی با شما صحبت میکنه. اگر شما با یه نفر صحبت کنین و بحثتون نتیجه بده، خب بحث تموم میشه. اگر نتیجه نده، بازم بحث تموم میشه. مطلب دومی که اینجا هست اینه که علیرغم این که این سیستم اطلاعات گسترده‌ای داره، همواره طبق گفته خودش خطا درش رایجه. گاهی اوقات شما اطلاعاتی رو از چت جی پی تی میگیرین که اصلا این اطلاعات درست نیستن. بهشون میگن هلوسینیشن. به خود کسایی که تحلیل میکنن بهشون میگن هلوسینیشن یا هلوسینیت کرده اون لارج لنگویج مدل. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا بهش میگین که آقا من میخوام بهم مثلا بیا 3 تا هدفون زیر مثلا 5 میلیون برای خرید از آمازون معرفی کن که مثلا اگه یه ذره بیان این فیلترتون رو سخت‌تر کنین، زیر مثلا حالا $50 معرفی کن که این هم نویز کنسلینگ داشته باشه، هم کیفیتش خیلی بالا باشه، هم بتونه مثلا با سونی رقابت کنه، هم قرمز باشه. این شروع میکنه بعضی اوقات، حالا پیش اومده قطعا سرچ کنین هست، میاد یه سری جوابایی رو تولید میکنه که اینا اصلا وجود خارجی ندارن. یعنی میاد یه دفعه بهتون میگه آقا بیاین بیتس S32 مثلا T12 رو بگیرین مثلا که رنگ قرمزشو، ولی اصلا بیتس همچین مدلی از هدفون رو تا حالا تولید نکرده. این میشه هلوسینیشن که میتونه تو گسترده یه اطلاعاتی به شما بده که اصلا اشتباه باشه. خود سازنده‌های چت جی پی تی هم با این موافقن که چت جی پی تی یا همه ی مدل‌های دیگه مثل گراک، مثل جمینای، همشون هلوسینیشن دارن تا یه حدی. یه عارضه‌ایه که اینجور سیستما دارن. و نکته آخر که به نظر من از همشون مهمتره اینه که چت جی پی تی طراحی شده تا با شما موافقت کنه. ببینید شما اگه الان چت جی پی تی رو باز کنید، اینی که میخوام بگم این مثال اغراق شده است، اما امیدوارم معنی حرفمو بفهمید. بهش بگم من یه آدمی رو کشتم، الان میخوام جسدش رو خاک کنم، من آدم مزخرفی هستم، من یه قاتلم. چت جی پی تی اولین حرفی که به شما میزنه اینه که خیلی خوبه که اومدی اعتراف کردی به این قضیه، من به تو افتخار میکنم. این کاملا نشون دهنده رشد تو به عنوان یه شخصیتی که اومدی به قتل اعتراف کردی. این یه قدم بزرگ توی شخصیت تو، در حالی که اصلا نباید برخورد با یه قاتل اینطوری باشه. این یه مثال بود. نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که اگر یه آدمی توی زندگی شما باشه که تحت هر شرایطی با شما موافقت کنه، شما میتونین سندروم پادشاه بگیرین. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا چرا خیلی از پادشاه‌ها به مرور زمان به فساد کشیده میشدن؟ برای این کسی جرئت نمیکرد باشون مخالفت کنه. بهشون میگفتن آقا، میگفت من الان میگم آقا الان مثلا ساعت 12 شب، الان روزه، الان آفتاب بیرونه، همه میگفتن به چه حرف قشنگی زدی، 100% الان روزه. اشتباه، اصلا اون ستاره شناسا اینا اشتباه میکنن، تو میفهمی، به به چه چه قربون مثلا سرت بشم و این حرفا. خب در نتیجه این پادشاه بعد از یه مدتی به خودش خیلی مطمئن میشد، میگفت اگه هر حرفی من دارم میزنم درسته، قطعا بقیه اشتباه میگن. بعد اینجا خودشو با خدا قاطی میکرد دیگه، میگفت مثلا من فرستاده خدام، که دیگه نمونهشو تو انواع اقسام فرعونا دیدین. این اتفاق امروز به خاطر پیشرفت تکنولوژی داره تک تک توی ما میفته. یکی از عارضه‌های شبکه‌های اجتماعی که امروز هممون داریم باهاش به صورت ناخودآگاه دست و پنجه نرم می‌کنیم، اینه که خودمون رو داخل یه حباب قرار میدیم که توی این حباب همه ما رو تایید می‌کنن. اگر من امروز طرفدار رئال مادرید باشم، تمام اینستاگرام من، تمام فید اکسپلور من، همه با طرفدار رئال مادریدن، همه دارن بارسلونا رو دیس میکنن. اگه من بیام مثلا فرض کنم بخوامم حتی نقص رئال مادرید رو یه جایی بفهمم، خب نمیتونیم، به خاطر اینکه تمام کسایی که داریم باشون تعامل میکنین در حال حاضر همه طرفدار رئال مادریدن. خب چجوری میخواین نقص کارتون رو بفهمید؟ حالا هوش مصنوعی اومده این قضیه رو به شدت بزرگ کرده، به شدت قوی کرده. شما اگه یه تفکری داشته باشین، اگه یه طرز فکری داشته باشین که بهش نسبتاً مطمئنین، چت جی پی تی براتون توش میخ میکوبه، میگه آقا تو اگه اینو قبول داری، این بی‌نظیره، تو کی بودی که تا الان این قضیه رو فهمیدی؟ دمت گرم، خیلی خفنی تو. اگه یه ذره من به همکارم شک داشته باشم که آره این به نظر من داره دزدی میکنه، چت جی پی تی هم پشت بندش میاد میگه ببین نظر منم همینه، این استدلالی که تو داری میکنی اصلا مولا درزش نمیره. در حالی که اگه با یه آدم صحبت کنین، ولو که اون آدم اصلا با شما تو یه تیم باشه از این زمینه، اما بازم اون با شما تا حدی مخالف هست، تو جزئیات شاید با هم مخالف باشین، در نتیجه اون مکالمه یه اختلافی هست. ببین ذات بحث همینه، اینکه یه اختلافی وجود داشته باشه، ما بیایم در نتیجه اون اختلاف یه سری اطلاعات به خودمون اضافه کنیم، یه سری اطلاعات به طرف مقابل بحثمون. وگرنه چه دلیلی داره کسی بخواد با کسی دیگه صحبت کنه؟ اگه ما بخوایم هممون مستقیم پای بحثمون وایسیم بگیم آقا نظر من کاملا درسته، بقیه همه اشتباه میکنن. بعضی اوقات مخصوصا سر بحث‌های عقایدی، مخصوصا سر بحث‌های فلسفی،
چت جی پی تی میتونه شما رو به شدت در مورد نظر خودتون لجباز کنه، به شدت در مورد نظر خودتون چیز کنه، شما رو خودبین کنه، طوری کنه که شما به خودتون بیشتر از همه چیز اعتماد داشته باشید. چون که همه فکتایی که تا الان آوردین توسط یک کسی که داشته به صورت زنده با شما صحبت میکرده و داره دائما تست میشه، اطلاعاتش داره تایید میشه. خب این به نظر من واقعا میتونه به عنوان یک سم ذهنی برای شما در نظر گرفته بشه که این آروم آروم شما رو در مورد عقایدتون مطمئن میکنه. یه مثال براتون میزنم. امروز یه بچه‌ای میاد، مثلا میگم با چت جی پی تی شروع میکنه درد و دل کردن در مورد اینکه مثلا من نمیدونم مشکل دارم تو مدرسه، خیلی همه دارن منو اذیت میکنن، دارم دائما بولی میشم، فلان میشم، اینطوری میشم، اونطوری میشم. چت جی پی تی هم باش همدردی میکنه، میگه آره راست میگی، چقدر زندگی سخته فلان، اما به نظر من دوست داره راه حل روانشناسی هم میده و حل میشه میره. اما در نهایت اون بچه معتقده که آره اگه من اینقدر چیزم من هم اینقدر بدبختم. واقعیت. خب شما اگر به یه آدمی که در حال حاضر داره نظر روانی دست و پا میزنه تایید بدی و بهش بگی که آره تو بدبختی همونطوری که خودت میگی، منم موافقم تو بدبختی، یه زنجیره رو شروع میکنه که میتونه به جای فاجعه باری ختم بشه. مثلا خیلی راحت همین بچه میتونه چند روز دیگه افسرده بشه، زمانی که افسرده بشه باز با چت جی پی تی درد کنه، باز چت جی پی تی احساساتش رو تایید کنه، بگه آره تو درست میگی، تو کاملا همه چیز حق با توئه، تو حق داری که احساس بدبختی کنی تو این زندگی. همین فرمون رو بره جلو تا نقطه‌ای که به خودکشی میرسه. و این قضیه رو ما بارها و بارها و بارها در مورد شبکه‌های اجتماعی دیدیم که خیلی راحت یه بچه‌ای توی اینترنت، تو شبکه‌های اجتماعی یه ذره احساس افسردگی کرده، یه شکست کوچیکی رو تجربه کرده، مخصوصا بچه‌هامون که الان توی سنای بلوغن، یه شکستی رو تجربه میکنن، اینقدر فید اینستاگرام پر از متنای قوی میشه برای اینکه یه آدمو رو زانوهاش بیاره از نظر روانی که اون طرف یعنی آدم گنده، من نمیگم من خیلی مثلا چیزم سنم بالای جا افتادم، اما منم کمرم میشکنه از یه حدی بیشتر بخونم این متن‌ها رو، از یه حدی بیشتر این ویدیوها رو ببینم. در نتیجه هوش مصنوعی یه نمونه زنده از اون مهر تاییدیه که سوشال مدیا این همه سال روی ما گذاشتن و باعث شکافایی شدن که اصلا وجود نداشتن. ما الان یه سری حزب داشتیم، یه سری نمیدونم عقیده داشتیم، یه سری ایدئولوژی داشتیم، اینا با هم توی یه حزب میرفتن، اینا با هم دیگه توی یه گروه بودن. الان سوشال مدیا یه بلایی سر مردم آورده که آدمایی که با هم عقیده هستند با هم شکاف دارن. توی یه ایده مشترک آدما با هم اختلاف دارن و اون اختلاف حاضر نیستن سرش کوتاه بیان، حاضر نیستن با هم سازگاری کنن، حاضر نیستن اطلاعات جدید رو دریافت کنن. خب این مهر تایید به مرور باعث یه جامعه فاسد میشه. در نهایت میخوام براتون بگم چجوری میشه با همچین فساد ذهنی مقابله کرد. من متخصص نیستم، اما طبق تحقیقاتی که داشتم، طبق مطالعاتی که کردم و چند جا حالا یک مطالعه سطحی، نمیتونم بگم عمقی، همه میتونن قطعا در مورد این موضوع مطالعه کنن، همین که شما متوجه این بشین که همچین عارضه‌ای میتونه شامل حال شما بشه، این پیشرفت خوبیه به نظر من. میتونین از این نقطه به بعد تحقیق کنین ببینین چیکار میخواین بکنین. اما برای اینکه توی این ویدیو من یه سری راه حل بگم برای عزیزایی که نمیخوان یا نمیتونن یا اصلا حوصله‌شو ندارن که برن تحقیق کنن بگم، خب یکی از راه حل‌هاش اینه که به هیچ عنوان احساس صمیمیت بین خودتون و چت جی پی تی ایجاد نکنید. نذارین به اسم کوچیک صداتون کنه، شوخی نکنین خیلی با هم دیگه. یه ذره به نظر دارم مثلا میگم با اون بچه توی مدرسه خیلی صمیمی نشو فلان، این بده، ولی واقعیته. خیلی با هم دیگه صمیمی نشین، خیلی وارد مسائل عمقی زندگیتون نکنین. این لنگویج مدل بر اساس الگوریتم کار میکنه و طراحی شده برای اینکه شما رو بکشه داخل یه مکالمه، نه برای اینکه به شما پیشنهادهای خوب بده، نه برای اینکه به شما احساس بهتری بده بعد از اون مکالمه. اون هر چیزی که لازم باشه رو میگه که شما دوباره برگردین باهاش صحبت کنین، برای اینکه احساس مفید بودن بکنه پیش شما. پس باهاش صمیمیت ایجاد نکنین، باهاش از عمق زندگیتون نگین، به حرفش مطلقاً اعتماد نکنین، مخصوصاً در مورد مسائل پزشکی به چت جی پی تی اعتماد مطلق نکنین. همیشه باید به یک متخصص مراجعه کنین. آخرش همه پیام‌های پزشکی چت جی پی تی خودش می‌نویسه که برو پیش یه متخصص، اما ما گاهن لج می‌کنیم، میگیم نه دیگه حالا همین داره همه چیزو درست میگه دیگه، چرا مثلا چیز کنم. اما واقعیت اینه که هیچ چیزی تا امروز، تا تکنولوژی امروز توی سال نزدیکای مثلا 2026 هستیم، الان سال 2025 آگوست 2025 میشه مرداد 1404، تا امروز چیزی ثبت نشده مبنایی بر این که آقا چت جی پی تی میتونه کاملا جای پزشک رو بگیره.
در مورد بقیه مشاغل من نمیتونم خیلی صحبت کنم، اما پزشک رو مطمئنم که همچین چیزی ما نداریم که یه چت جی پی تی یا هوش مصنوعی بتونه کاملا مشکلات سلامتی شما رو پیش بینی، رفع یا درمان کنه. اگه بخوایم پایان ویدیو رو روی نوت خوب تموم کنیم، چت جی پی تی یه ابزار بی‌نظیره، یک شگفتی، یه معجزه‌ایه که توی قرن ما در اختیارمون قرار داده شده. میتونیم باهاش یه کارایی رو بکنیم که تا قرن‌های قبلی اصلا نه، تا سالهای قبلی شاید اصلا غیر ممکن به نظر می اومدن. هر آدمی میتونه توی خونه الان برنامه نویسی کنه، سایت بسازه، نمیدونم کارهای عجیب و غریب و خفن با چت جی پی تی بکنه، میتونه سطح اطلاعاتشو فوق العاده ببره بالا. یه دستیار همه چیز دانه واقعا بی‌نظیره که گاهن تا 90 خورده درصد میتونه به شما اطلاعات خوب و خفن و درستی بده. از این ابزار هوشمندانه باید استفاده کرد. و در نهایت ممنونم از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودین و ممنونم که زمان گرانبهاتون رو به من دادین. اینجا پادکست چای با هاتسونه. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.